سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امیدوارم که هر یکی شما خوب و سلامت هستید. امروزها هر یکی ما و شما وقتی در کوچه ها در هر جا کارهای بد، فسق و فساد، گناه را میبینیم، البته بنده مؤمن غمگین میشود، بنده که در دلش ایمان جوش میزند، چنانکه که الله سبحانه و تعالی فرموده است ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. در خشکی ها و در تری ها در همه جا فساد ظاهر گشت، فساد پهن گشته است. بما کسبت ایدی الناس، با آنچه که مردم میکنند، از دست مردم در همه جا فسق و فساد، یاردمچی های شیطان راه های بد، راه های گناه را خیلی زیاد و آسان کرده مانده‌اند. بنده مؤمن غمگین میشود. اما برای شما یک بشارت دادنی هستم که امام نووی رحمت الله علیه در کتاب باغ نکوکاران، چنانه که ما و شما میدونیم سلسله برنامه ما و شما با نام باغ نکوکاران است، از کتاب امام نووی یک باب بسیار خوب دارند، باب کثرت طرق الخیر، باب زیاد بودن راه های ثواب، راه های خیر. بنده مؤمن وقتی میخواهد که عمل صالح کند، الله سبحانه و تعالی راه های خیر را خیلی زیاد کرده مانده است. چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فاستبقوا الخیرات، الله میگوید ای بنده های من به راه های خیر شما سبقت کنید، مسابقت کنید. الله نگفت خیر، راه های خیر، یک راه خیر نگفت، بلکه راه های خیر را الله سبحانه و تعالی ذکر میکند. همچنین الله سبحانه و تعالی در دیگر آیت میفرماید یسارعون فی الخیرات، آنها به راه های خیر شتاب میکنند، میشتابند. باید ما و شما هم به جای اینکه زیغ شویم، از دیدن کارهای بد زیغ شویم، به مانند این صحابه بزرگ ابوذر غفاری رضی الله عنه که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند، از بهترین عمل پرسیدند، پیروی به این صحابه بزرگ کنیم. و همیشه صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم را از بهترین عمل میپرسیدند. ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت شده است که میگویند قلت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاعمال افضل. ابوذر میگویند با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله بهترین عمل چیست برایم بگویید؟ قال الایمان بالله والجهاد فی سبیله. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین عمل ایمان آوردن به یگانگی الله سبحانه و تعالی و جهاد کردن در راه الله است. و اگر ما حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی صحابه ها میپرسیدند که یا رسول الله بهترین عمل چیست، یا بعضی صحابه ها می آمدند به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند یا رسول الله برای من وصیت کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه صحابه هر خیل جواب میدادند. آیا عمل ها بهترین عمل کدام است؟ هر خیل است، گوناگون است. بهترین عمل نسبت هر یک انسان هر خیل است. بهترین عمل برای من شاید دیگر چیز باشد و برای یک نفر دیگر چیز باشد. بهترین عمل برای شخص دانشمند، بهترین عمل این است که شخص دانشمند باید همیشه سخن حق بگوید. شخص دانشمند نباید که عالم درباری باشد. شخص دانشمند نباید که علمی که داد آن را پنهان کند. یا مثلا طبیب، برایش بهترین عمل کدام است؟ برای طبیب بیمارانش را خوب معالجه کردن و از پی بیمارانش شدن و در حق آنها ظلم نکردن، با مبلغی یک بسیار از آنها طلب نکردن. این بهترین عمل برای کی است؟ برای طبیب. برای شخص تاجر بهترین عمل کدام است؟ برای شخص تاجر بهترین عمل این در راه الله، آن چیزی که آن مالی که الله سبحانه و تعالی برایش عطا نموده است، از مال الله دادهش در راه الله خیر کردن و سخاوت کردن و صرف کردن است. سپس ابوذر غفاری میگویند ای الرقاب افضل یا رسول الله، بهترین غلامی که من در راه الله آزاد میکنم کدام است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند انفسها عند اهلها و اکثرها ثمنا،
بهترین غلامی که آزاد میکنی، البته پیشتر غلام بود، غلامداری بود و البته ما میدونیم که اسلام برای آزاد نمودن غلام خیلی ترغیبات کرده است. هرگز اسلام غلامداری را رواج نداده است، چنانه که این را بعضی نفرها میگویند. خب بهترین غلامی که آزاد میکنی، گفتم پیامبر صلی الله علیه وسلم، این انفسها عند اهلها، در نزد صاحبش محبوب ترینش باشد و به مبلغ زیاد فروخته شود. این را آزاد کردن یعنی هر مالی که انسان در راه الله خرج میکند بهترین باشد، محبوب ترین باشد، چنانه که الله سبحانه و تعالی در آیه کریمه میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به درجه نیکی نمیرسید تا آن زمانی که محبوب ترین چیز را برای خود در راه الله نفقه کنید. یک چیز را بسیار دوست می‌داریم ما و شما، انا همون چیزی دوست داشته را در راه الله خرج کردن ما و شما را به نزد الله سبحانه و تعالی نزدیک میکنند. ابوذر غفاری رضی الله عنه گفتند قلت یا رسول الله فإن لم اجد. ابوذر گفتند یا رسول الله اگر من نیابم، یعنی یگان چیز ندارم که در راه الله خرج کنم، پس چیکار کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند تکف شرک عن الناس، یعنی اگر تو نتوانی یاردم دادن، نتوانی در راه الله خرج کردن، نتوانی، گفتن تکف شرک عن الناس، بدیت رو از مردم نگاه دار، لااقل بدی نکن. ببینید یعنی بعضی انسان ها یعنی نیکی کردن نمیتوانند اما بدی میکنن، برای همین لااقل یعنی ضرر نرسون برای مردم، ضررت رو از مردم نگاه دار. تعینو علی نفسک، یعنی به خودت نیکی میکنی، وقتی به مردم بدی تو نمیرسند این نیکی کردن برای خودت است. یعنی ببینید چقدر راههای نیکی کردن، راههای خیر زیاد است. حتی انسان اگر ضررش را به دیگران نرساند این هم نیکی است برای انسان. یا در دیگر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که تبسمک فی وجه اخیک صدقه، یا و ان تلقا اخاک بوجه طلق، برادرت را با چهره کشاد روبرو شدن، پیشواز گرفتن، این خیر است. یا تبسم تو برای برادرت چی است؟ صدقه است، خیر است. خب از این آیات ها و از این احادیث برای ما و شما معلوم شد که چقدر راه های نیکی زیاد است و همچنین معلوم شد که بهترین عمل برای هر یک انسان موافق تواناییش و در آن جایی که هست موافق همون هر گونه می شود. برای طبیب بهترین عمل دیگر است، برای یک انسان دارا، برای انسان تاجر بهترین عمل دیگر است، برای طالب علم بهترین عمل دیگر است، برای انسان دانشمند بهترین عمل یعنی موافق هر یک انسان بهترین عمل، چنانه که میگویم واجب الوقت، انا همون در همون حالت چی برایش واجب است بهترین عمل برای او اجرا کردن همون است. و همچنین مفهومی یا معنای عبادت برای ما و شما شامل بودن راه‌های عبادت معلوم شد که چنانه که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگویند عبادت هر یک عملی که الله سبحانه و تعالی آن را دوست می‌دارد و از آن راضی می‌شود، عمل‌های ظاهری و عمل‌های باطنی، یعنی عمل‌های قلبی باشد با قلبت اجرا می‌کنی یا با دست و پای و با اعضاهایت اجرا می‌کنی، همه آن چیزی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، خوشنود می‌شود، خرسند می‌شود، همه این عبادت نامیده می‌شود. نیت ما و شما نیک باشد، ان شاء الله نیت ما و شما خالص از برای الله باشد، عبادت نوشته می‌شود و راه خیر حسابیده می‌شود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را همیشه بندگانی گرداند که در راه خیر سبقت کننده، در راه عبادت شتاب کننده و رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست آورنده بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.